یک جوان قصه میکند که من در دانشگاه میخوندم. وقتی که در دانشگاه میخوندم پدرم بسیار من نصیحت میکرد بچیم فرزند عزیز در دانشگاه میخوانی بسیار لباسهای پر افتخار نپوش بچیم، برای که همکورسای داری که اونها پدر ندارن، اونها لباسهای کهنه دارن، تو لباسهای خوشنو میپوشی اونها دلاشو میرنجد بچیم. خدا رحمت داد این گونه پدرها کتی میکروسکوپ میکویازی این گونه پدرها. بچیم افتخار کن تا که مردم حسد بره. بچه جان میگه وقتی که من نگاه میکردم آشخانه یکم که یا همون خانمان سویتاش در گرام بود، میگه بچیم سویتای خانه کوش اسراف میشه. وقتی دانشگاه میخوندم بچیم لباسکات غوص کن، در سر از شبکه پوش، پای افضال غوص پش بچیم، هوا خنک است. وقتی که من درس رو میکردم و خوابم بردم میمون، میگه بچیم سویت کوش بخواب کن، یا پیلتا درگیرا میشد بچیم پیلتا کوش بخواب کن که خوابت برده ماند، یکی یگان جا درد نگیرد بچیم. میگه همین خیلی پدرم نصیحت میکرد، من از پدرم بیزار شدم ماندم. گفت دختران را همه جنگ است و جدال با مادر، پسران را همه بدخواه پدر میبینم. و من بدخواه پدر شدم، هر روز نصیحت میکنم. یک روز دانشگاه خواندنی میرم، گفتم پدر برای من یک 10 سم 15 سم از همون گم که دانشگاه یگان چی خریده خورم من گرسنه میمونم. گفت بچه جان گفت برای 50 سم 20 سم 30 سم نیست، من برای تو میتیمو همون پولت میگیری آشخانه دانشگاه میدرایی، همکورس داره که اون کمبغل است پدر ندارد، اونم دلش داغم که آشخانه میکشد و لیکن مبلغ نداره بچه جان. با همین خاطر تو در آشخانه که خوردی بسم الله الرحمن الرحیم نمیگویی، بیا در خانه خور تا که همکورساتم خفه نشوند. گفت آخر عاقبت راضی شدم که پدرم از دنیا گذرد، مردن پدرم به راضی شدم. بعدم خواندم دانشگاه تمام کردم، دیپلمم گرفتم آوردم، در خانه ماندم بیکار. پدرم دید که من بیکار میگردم، یک روز رفت همون جایی که کار اعلانهای کار است همون کاغذ کار آورد. گفت بچه جان همین سراغهای کار بوده است، همین جا یک انتخاب کن کارخانه. گفت همین جا گفت دکمنت سپار شاید به کار قبول کنن. بعد گفت میلش. گفت پدر کارهای آورد، نگاه کردم بسیار کارهای بلند بود. بعدا یک انتخاب کردم، بردم دکمنتم دلهام سپاریدم، خانه آمدم که پدرم هم سن سالش در یک جا رسیده است، پدرم بیمار شده است. نگاه کردم دخترها میبیان میرن، ملاها یاسین میخونن میرن و بعدا میتونم فرزند عزیز پدرت غنیمت شده مانده است، پدرت مردنش نزدیک آمده است که خدمت پدرت کن. من در مردن پدرم راضی بودم، ملال شدم که من پدرم از دنیا میگذرد و من نزدیکی پدرم نمیرم. بعد دیدم که حالتش وضعی شد، پیش پدرم اومدم، دست پدرم قبیدم، پدرم دستم قبید، سر نداد. گفت بچیم همین گفت چراغی خانه سویت خانه کوش تا که نوری خداوند در روی من زده است. گفت گفتم اوف این مرصاد است با میگه سویت کوش. رفتم گفت ایلک کردم، قهر و غضب سویت کشتم. گفت بچه جان بیا آخران نصیحت دارم. گفتم با چی میگفته باشه؟ گفت که بچیم هر وقتایی که گفت کجای داخل شدی نگاه کردی که در یک جا یک مصور پرتافتگی، مصور در سطل بار کن، نگاه کردی که چیزی که گویم که مثلا کنده شده باشد و یک گفت برقرار کن. کی جایی که رفتی گفت بچه جان گفت همون سویتکوش در گرون سویتکوش کش. گفت همین خیلی از پدرم خفه شدم، خیر خوش نکردم، برآمدم و من تلفن کردم گفتن که در همون کار گفت امتحان میگیریم بیا کتی گفت واخوری داریم. سری رفتم واخوری و از پدرم دعایم نگرفتم. خفه شدم مانده بودم از پدرم، برای که بسیار نصیحت میکرد، ملال شده بودم. آمدم از همون در کارخانه آمدم، بسیار کارخانه با آبرو، همون بالتی دری که داره کارخانه بالتی در شده. نصیحت پدرم در یادم اومد، بالت سخت کردم.